سلام به علی اف سی، خوش اومدید. اومدم بهتون تریلر اف سی 27 رو بهتون نشون بدم که چه چیزایی اضافه شده. اولیش یه بخشی اضافه شده که ما میتونیم مثل آزاد باشیم. مثلا میتونیم بریم کفش فروشی، میتونیم بریم لباس بخریم، مثلا با کیلیان امباپه و بازیکن‌های دیگه. میتونیم تازه بازیکنم چی کنیم، میتونیم بازیکنم انتخاب کنیم که مثلا بریم یا خودمونم بازیکن بسازیم. و دفاع خیلی سخت‌تر و واقعی گرانه شده، پاسکاری ها واقعی گرانه تر شده و کیتا هم خیلی بروزن، خیلی قشنگن. این بخش همون بخشیه که میتونیم بریم آزاد بچرخیم، میتونیم بریم داخل برف بازی کنیم. کلا یه آیتم بالیه، مثلا آزادی. و این که همه چی واقع گرانه تر شده و ما 3 نسخه داریم. یه دونشون آیتیمیل استاندارده، یکیشون آیتیمیل، یکی دیگه شون آیتیم پلاسه. پلاس این جدید اضافه شده و اینکه آیتیم پلاسش از همه جدیدتر و چیزای جدیدتری داره و اینکه 150 میلیونه 150 یورو، 150 دلار بخشید. و نسخه آیتیمل 100 و اون نسخهش 45 فکر کنم، 45 دلاره. و اینکه بچه‌ها ترکیبم خیلی واقعا گرانه تر شده. و بچه‌ها تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.